سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به با ارزش ترین هدیه‌ای که خداوند به ما داده رو صحبت کنم، ببینیم دقیقاً چیه. شاید اکثریت فکر کنیم پوله، بعضیا فکر میکنن سلامتیه، بعضیا فکر میکنن جوونیه، بعضیا فکر میکنن خانواده است. خلاصه هر کسی یک ایده ای داره، همینا شاملش میشه. ولی اصلی ترین چیز زمانه، عمره. بچه اگر شما ثروتمندترین آدم دنیا باشید و کلی پول خرج کنید، یک ثانیه به عقب بر نمیگرده. قدر زمان رو واقعا باید دونست. قدر زمان رو شما بدونید، خود به خود قدر خیلی چیزا رو میدونید. قدر خانوادهتون رو میدونید، قدر زندگیتون رو میدونید، قدر جوونیتون رو میدونید. شما باید به این درک برسید این زمان به شما هدیه داده شده و اینطوری هم نیست که بگیم آقا بی نهایته و یه عمر بی نهایتی سر راتون قرار داره و شما میتونید به راحتی هدر بدید. شما باید نهایت استفاده رو از این عمرتون کنید، زمانتون کنید و تا میتونید انسان بهتر، شایسته تر و شادتر از هر کسی باشید. اگر از این محتوا لذت بردید حتما کانال رو دنبال کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. ممنونم از همراهی شما.